و وقتی که یک عربی یک بادیه نشین بعد اینکه زنش را با خیانت دستگیر میکند طلاق میدهد و ملامت کرده میشد که برای چی طلاق دادی، مقصد فرزندها داشتی، باید عوف میکردی و چشم میپوشیدی از این خیانتش. بعد این یک بیت را میآورد که و اذا کثر الذباب على طعام رفعت یدی و نفسی تشتهیه. اگر پشه ها به یک طعام زیاد شود من دستم میبردارم اگرچه نفسم همین را میخواهد. پشه که مقصد به جایهای افلاس نشسته است با آمده به این طعام می نشیند، یعنی آدم هایی که قلبش نازک است دستش میبردارد از این طعام اگرچه اشتها دارد، خواهش دارد. و تجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. و در دوامش میگن که شیرها به آن آب وارد نمیشود است، از آن آب نمی نوشید است که سگها نوشیده باشد. سگ اگر از یک جای آب نوشیده باشد همونجا دیگه شیرها آب نمی نوشیدند. همچون بالا گرفتن خیش از سگ، حتی یکی از پادشاه ها را نقل میکنند که در بالای بامش میبرید و یک دختری خوشرو رو میبیند، در حال میپرسد که این کی است، میگن که این زنی فلان غلامت است، زنی فلان خدمتگارت است. بعد در حال غلام فریاد میکند و یک مکتوب میدهد و میگوید که اینو برده به فلان کشور میرسانی. اونم میرد به خانهش، شبانه زیر بالش میماند و خواب میکند و سحر خسته به سفر میبراید. وقتی که میبیند که به سفر برآمد در حال پادشاه به خانه اون غلام میبیاد تا اینکه به زنش عملی زیشت کنه. بعد وقتی که در را میکوبد زنش میگوید که کیستی؟ میگوید پادشاهی شوهرت هستم. بعد میگوید که خوب نکردی که آمدی، لیکن خیلی پادشاه که از دیگه در را میکشاید و مقصدی بدش را میفهمد و همین عباره را میگوید که شیر، یعنی از آنجایی که سگ آب نوشیده است نمی نوشد. که پادشاه به این سخن بسیار تاثیر میکند و برمیگردد. خلاصه قصه دراز است. یعنی بسیار از صفت‌های، مثلا یکی از صفت‌های بزرگ شیر این ناترسیش. اگرچه در بین حیواناتی هستند که در قوت و در وزن از شیر با قوت‌تر هستند، ولی آن دل و گرده و آن شجاعتی که شیر دارد اونا ندارند.